تو این ویدیو میخوام راجع به این که چه کار کنیم تا کارشناس اتاق عمل بهتری باشیم صحبت کنم. سلام، به ویدیو جدیدم خوش اومدین. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من هستین. خیلی این سوالو از من میپرسید که دانشجوییم، چه کار کنیم که بهتر باشیم، چه کار کنیم که پیشرفت کنیم. من خودم واقعا در اون حدی نیستم که بخوام بگم که دقیقاً چه کار کنیم، موفقیت چیه، چون اصلا خودم رو اونقدر موفق یا حالا اینکه خیلی خفن شده باشم نمیبینم، ولی یه سری تجربیاتم رو میخوام باهاتون در میون بذارم. شاید به کارتون اومد، شاید براتون جالب بود، یک جایی از زندگی براتون مفید. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که درسای تئوریتون رو جدی بگیرید، ولی عملی‌ها رو جدی‌تر. درسته که تئوریا رو باید بخونیم، بالاخره معدلمون در گروه اونه، درس‌ها مهمه. اول تئوری رو میخونیم، بعد وارد فیلد عملی میشیم، ولی عملی ها رو خیلی جدی‌تر بگیریم، چون ما کارمون خیلی بیشترش بر اساس تجربه است، بر اساس اون کار عملیه و اون چیزیه که توی اتاق عمل میبینیم. خیلی چیزا رو ما تئوری خوندیم، ولی حالا متاسفانه یا حالا به هر دلیلی توی بیمارستانا دقیقاً مثل اون اجرا نمیشه. درسته همش، ولی متفاوته. برای همین کار ما، رشته ما بیشتر بر پایه تجربه و کار عملیه. البته که درس تئوری هم در جای خودش مهمه برای اطلاعاتمون، برای اینکه بتونیم کار عملی بهتری انجام بدیم. اون درس تئوری خیلی مهمه. دومین موردی که میخوام بهتون بگم ارتباط گرفتن درسته. یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد یک بیمارستان میشید برای کارآموزی، با پرسنل بتونید درست ارتباط برقرار کنید، با جراحا و پزشکا درست بتونید ارتباط برقرار کنید و یک ارتباط سالمی رو شکل بدید و تا جایی که میتونید ازشون کار یاد بگیرید، باهاشون کاملا به صورت یک همکار برخورد کنید. اگر این کار رو بکنید، شما بعد از 4 سال و 8 ترمی که تقریبا همه‌شو کارآموزی رفتین، بیمارستان‌های مختلف رفتین و افراد مختلف رو دیدید، کلی آشنا دارین تو همه بیمارستان‌ها. اکثر جراحا ممکنه بشناسنتون و این خیلی روی آینده شغلتون، آینده کارتون تاثیر داره. سومین موردی که میخوام بهتون بگم اینه که سعی کنید همیشه درست ترین کار رو انجام بدید. اگر میبینید یک جایی داره کار اشتباهی انجام میشه، نترسید و بگید. مطمئناً اونها لحاظ میکنن و دقتشون رو بیشتر میکنن و حتی از اینکه دانشجویین هم نترسید. اگر کاری به نظرتون درسته، همون رو انجام بدید. و اینو یادتون باشه، مهمترین وظیفه ما حفظ جون انسان‌ها و سلامتی اونهاست و هیچی مهمتر و بالاتر از این قضیه نیست. چهارمین موردی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر میتونید از دوران دانشجویی کار کنید، خیلی خوبه، خیلی بهتره. حتی شده از اول با عنوان کار دانشجویی با حقوق کمتر، ولی این باعث میشه که جراحای بیشتر و افراد بیشتری باهاتون آشنا بشن، با کارتون آشنا بشن و مسیرتون برای اینکه حالا دستیار جراح بشید یا بریم جاهای دیگه کار بکنید خیلی بازتر میشه. پنجمین موردی که میخوام بهتون بگم اینه که از سر عمل رفتن نترسید، از بیمارستان رفتن، اتاق عمل رفتن نترسید. هر جا، هر موقعیتی براتون پیش اومد، برین سر عمل، خودتون استقبال کنین از این اتفاق و خودتون دنبالش باشین. باور کنید تجربه‌ای که به دست میارین تو دانشجویی هیچ جا دیگه نمیتونین پیدا کنید. هر جا، هر فرصتی براتون پیش اومد، واقعا برین ازش استقبال کنید، خودتون بگین من میخوام بیام سر این عمل اگر شرایطش بود و حتما این کار انجام بدید. مورد بعدی و آخری که میخوام براتون بگم که برای خودم پیش اومد و الان که بهش فکر میکنم میگم کاش اون کارو میکردم، اینه که من زمانی که دانشجو بودم، ترم فکر کنم 7 و 8 بودم، ترم آخر بودم، یکی از مربیامون، مربی کارآموزی بهم گفتش که تو کارت خیلی خوبه، من دارم میبینم اینجا میری سر عملای سنگین، از پسش برمیای، دستت فرزه، تندی، کارت خوبه، برو فلان کلینیک، من اونجا آشنا دارم
با سرپرستاش آشنام، برو اونجا و حالا اونجا کار کن، عملهای زیبایی انجام میشه، با دکترا میتونی آشنا بشی و مسیر بهتری پیش رو هستش. و این رو به هم گفت که حتی اگه شده اونجا برو، ولی طرح تو عقب بنداز اگه خواستی طرح هم بری. من گفتم باشه و رفتم اون کلینیک، فرم پر کردم، با سرپرستش صحبت کردم. بعد چند روز به من زنگ زدن، من رفتم مدیریت پرستاری اونجا و با مترون اون کلینیک صحبت کردم. ایشونی آقای بودن، به من گفتن که نمیخوای بری طرح؟ گفتم که چرا؟ و گفتن که خب ما نمیدونیم که تو از کی طرحت شروع میشه. این قضیه فکر میکنم مال دی و بهمنه که من تازه داشتم فارغ التحصیل میشدم. و گفتن ما خب نمیدونیم که تو از کی میخوای بری طرح، اونجا شیفت داد به چه صورته و خب هیچی مشخص نیست. اگر میخوای بعد از اینکه رفتی طرح مشخص شد، بعدش بیا پیش ما و اینجا برات شیفت بذاریم. و من اونجا قبول کردم. ولی نکته‌ای که هست، من میتونستم اونجا بگم که نه، من حالا فعلا طرح نمیخوام برم، یا حالا هنوز مونده تا طرحم شروع بشه. مطمئنم اونو قبول میکردم و شاید مسیر شغلی من خیلی تغییر میکرد اگر میرفتم اونجا. البته که الانم ناراضی نیستم، الانم خدا رو شکر همه چی خیلی خوبه و حالم با همه چی خیلی خوبه. ولی اونجا شاید این اتفاق میافتاد. میخوام بگم که زود همه موقعیت ها رو رد نکنید. اگر براتون همچین موقعیتی پیش اومد، یکم فکر کنید، یکم بالا پایین کنید. من میتونستم نهایتا 6 ماه، نهایتا اصلا 2-3 ماه طرحمو عقب بندازم، هیچ اتفاقی نمیافتاد. دیرتر یکم ثبت نام میکردم سایت، دیرتر میرفتم که اونجا هم برم ببینم چطوری محیط جدید، آشنا بشم با اون محیط. ولی خب اون موقع اون تصمیمو گرفتم و خب دیگه هم دنبالش نرفتم، افتادم تو طرح و شیفتای سنگین و زیاد و کلا اونو فراموشش کردم. ولی میخوام بگم که این موقعیتاتون از دست ندین. هر زمان این موقعیت براتون پیش اومد حتما جدی بگیرید. یادم دانشجو بودم و یکی بهم گفتش که یکی از جراحای زنان اد میخواد، دستیار میخوای بری؟ اونجا هم من گفتم نه، من اصلا از عمل زنان خوشم نمیاد، که دقیقاً طرحم افتادم اونجا و الانم دستیار جراح زنان هستم. خلاصه که میگم یعنی این موقعیت ها رو حواستون باشه، گوش به زنگش باشین. اگه براتون پیش اومد استقبال کنین ازش. نهایتا من اونجا میتونستم بگم آره من هستم. 2 بار میرفتم خوشم نمیومد میگفتم نمیام، ولی من اون اول خیلی سرور نه من اصلا نمیخوام، اصلا حرفش هم نزنید. و خب اونجا اگه میرفتم شاید مسیرم خیلی متفاوت میشه. اینا رو بهتون گفتم که شاید بتونید از تجربه من، تجربه ناچیز من بتونید استفاده کنید تو یک مسیر، حالا یک جاهایی شاید به کارتون بیاد و امیدوارم که همتون موفق باشید. ممنونم از اینکه کانال منو سابسکرایب میکنید و زنگوله‌اش رو روشن میکنید. خداحافظ.